این داستان قارون. اما یکی از سرمایه‌داران به نام مشهور جهان اسلام در صدر اسلام شخصی نیست مگر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. یک کتابی نوشته شده، رجال حول الرسول، مردانی پیرامون رسول صلی الله علیه وسلم، ترجمه شده به زبان فارسی. این کتابو حتما بخرید. زندگی نامه بیش از 60 تا از بارزترین شخصیت‌های یاران پیامبر و شخصیت‌های بزرگی که پیرامون پیامبر بودن صلی الله علیه و سلم و در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت شدن، که یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود که جزو سابقین اولین بود به اسلام. در همون روزهای اول اسلام، بعد از اینکه ابوبکر صدیق به اسلام گروید، پیشنهاد داد به 4-5 نفر، به 7-8 نفر، که یکیشون سعد ابن ابی وقاص بود، دوم عثمان ابن عفان بود، سوم طلحه بود، چهارم زبیر بود، پنجم عبدالرحمن ابن عوف بود. اینا همشون از اون 10 نفرن که پیامبر در حیاتشون به اونها روی زمین راه میرفتن. گفت شما 10 نفر یار بهشتی هستید، شما 10 نفر بشارت به بهشت به شما میدن. سبحان الله، روی زمین داره راه میره، پیامبر بهش میگه تو بهشتی هستید، تو بهشتی هستید، تو بهشتی هستید. نابردران گنج موثر نخواهد شد. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، همینطوری بهشتی نشدن. جبرائیل وقتی که نازل میشد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت سلام خدیجه برسان، سلام عایشه برسان. سبحان الله، یک زن به کجا میرسه که جبرائیل امین میاد، فرمانده کل فرشتگانه، مطاع ثم امین، 2 تا بالش کل افق در سدرة المنتهی میپوشونه، فرمانده کل فرشتگانه. یک روزی عبدالرحمن ابن عوف 1/8 اسلام بوده، نفر 8 بوده. وقتی که اسلامش رو اعلام میکنه مورد اذیت و آزار قرار میگیره. در هجرت اول به حبشه چه هجرت میکنه، برمیگرده به مکه. در هجرت دوم هجرت میکنه به حبشه و بعد برمیگرده و بعد به مدینه هجرت میکنه، شهر پیامبر صلی الله علیه و سلم. فقط با لباس تنش. اون موقع عبدالرحمن میلیاردر نبوده. وقتی میره به مدینه، پیامبر صلی الله علیه و سلم رابطه اخوت و برادری بین انصار و مهاجر قرار میده که حتی از همدیگه ارث میبردن. به برادر انصاری به اسم سعد ابن الربیع گفت این عبدالرحمن برادر توست. مالدارترین اهل مدینه، یکی از مالدارترینشون همین سعد ابن الربیع بود که برادر انصاری چه عبدالرحمن ابن عوف بود. گفت ای برادر، نگاه به خانه من بکن، هر کدوم از خانه ها میخواهی تو انتخاب بکن مال تو. تو مال من نگاه کن، هر چی به دردت میخوره تو میپسندی مال تو. تو بوستان من، تو زندگی من. دعای خیر کرد، گفت بارک الله فی بیتک و مالک و اهلک و بوستانک دلنی علی السوق. راه بازار نشون من بده. بازاری های عزیز، 6-7 تا از عشره مبشره به بهشت بازاری بودن. بازار ملعون نیست، بازار بدترین جا نیست. هر جا که آدم غافل باشه اون بدترین جاست. اگر تو بازار، تو همین بازار بندر عباس، تو همین بازار کلافروشی دبی، تو میگم تو باریس گالری، من هر وقت دبی میرفتم چند سالهای قبل که میرفتم دبی، میرفتم باریس گالری. اونجا لوکس ترین تو کشورهای خلیج، هر سال رتبه اول میاره. 600 تا از جوانای خودمون که خیلی لوکسن اونجا چه؟ اونجا کار میکنن تو مجموعه باریس گالری. جوانایی هستن که باور بکن تو کشو میزشون همونجا تو موبایلشون سخنرانی شیخ زیایی رحمت الله علیه هست. و یکی از شبها ساعت 12 به بعد تو یک واحدی از من وقت گرفتن، نزدیک به 70 نفر از کارکنان باریس گالری اون شب تا سحر با هم نشستیم که دیگه جا نبود. پس بازار ملعون نیست. گفت راه بازار نشونم بده. پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر رو شنید، عفت نفس عبدالرحمن شنید، دعا براش کرد. گفت عبدالرحمن از جمله اغنیاست. عبدالرحمن میگه من سنگو بلند میکردم، پام به سنگی میخورد، فکر میکردم درهم و دینار گنج زیرشه. آنچنان خدا در باز کرد. اما یک جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن ابن عوف گفت عبدالرحمن تو از اغنیا هستید، ولی روز قیامت تو سینه خیز و 4 دست و پا وارد بهشت میشید. به خدا قرض بده تا قدمهای تو رو باز بکنه، آزاد بکنه که بدوید همراه دوندگان به سوی درهای بهشت. عبدالرحمن این مال تو که یه روزی از اغنیا خواهید شد، سرمایه‌داران، مانع نشه که پاتو لنگان لنگان بکنه
دیگران بدون به سوی بهشت، این مال تو پاتو کند بکنه، حرکت تو کند بکنه. به خدا قرض بده تا پاتو آزاد بکنه. سبحان الله. یک قطعه زمینی فروخت، وقت داره ما رو تعقیب میکنه، یک قطعه زمینی فروخته به 40,000 دینار طلا در اون زمان. همه رو تقسیم کرد بین فقرا و مساکین، حتی به امهات المؤمنین. یک بار 500 تا اسب یک جا برای ارتش اسلام داد. وقتی میگم 500 تا اسب در اون زمان، یعنی 500 تا تانک در این زمان. 1500 تا شتر یک جا تقدیم ارتش اسلام کرد، یعنی 1500 تا نفربر در این زمان. یک روز قافله از شام می آمد، اطراف مدینه گرد و غباری برپا شد، طوفان خاکی برپا شد، اهل مدینه وحشت زده شدن، ام المؤمنین وحشت زده شد. گفت نگاه بکنید طوفانی چی، گردبادی چی. حالا که رفتن که قافله 700 تا شتری عبدالرحمن بن عوف از شام داره میاد، از پوشاک و مواد غذایی که نیاز مدینه و حواشی مدینه هست همه بار بود. همه دلالا و تجار پریدن بیرون، گفتن عبدالرحمن این 700 تا شتر مال ما، 1 دینار 10 دینار سود. گفت بیشتر بهم دادن. گفتن 20 دینار، 30 دینار، 40 دینار، 50 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 100 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفتن عبدالرحمن 1 دینار 200 دینار. گفت بیشتر به من دادن. گفت انصاف هم چیز خوبیه، دیگه چادری تو مدینه نیست غیر از ما، کی به تو 1 دینار یا 1 درهم 200 درهم سود داده؟ گفت بیشتر پرداخت میکنید یا با اون معامله بکنم؟ گفتن ما دیگه حدمون همین، عاجز شدیم. مال خودت مبارکش باد، هر کسی که با تو معامله میکنه 1 به 200 سود میده. گفت من با رب العالمین، و گریه کرد. گفت مادر، به مادرش ام المؤمنین عایشه گفت مادر گواه باش که عبدالرحمن نمیخواد سینه خیز وارد بهشت باشه. در یک روز عیدی و مهرجانی که مدینه در قحطی بود، حتی اون زمام و تناب شترش و پالون شترش هم به خونه نبرد، با شتراش همه بخشید. 700 تا شتر یک جا. اینطوری معامله میکنن. نه حالا تو 2000 تومانی یه نفر گرفته، یه بسته 1000 تومانی، هی آب دهنش میزنه که نگاه کنه 2 تا 1000 تومانی به هم نچسبیده. خب بچسبه، تو داری خیر میکنی، بذار 10 تا به هم بچسبه. بذار 10 تا به هم بچسبه. اون آقای مالش بود ولی ما غلام مالمونیم. گریه میکرد. یک روز 50,000 دینار توصیه کرد که توزیع بشه برای هر کسی که در جنگ بدر شرکت کرده بود. هر نفر 400 دینار هدیه داد. حتی عثمان بن عفان که یک سرمایه‌دار بود، اونم اون مبلغ رو گرفت. گفت مال عبدالرحمن مال پاک و حلالیه و طعمه پاکیه، من میخوام از این مال بخورم. خود سرمایه‌دار بود ولی گفت هدیه چیز دیگه است. در سال 32 هجری اجلش رسید. بعد از این همه ام المؤمنین عایشه میخواست سورپرایزش بکنه. گفت عبدالرحمن در اون لحظاتی که جان میداد گفت که تو کسی بودی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و از تو راضی بود. حجره من و اتاق من که رسول الله صلی الله علیه و آله شوهرم توش دفنه و پدر من ابوبکر و عمر، تو بیا اینجا دفن شو. ببخشید، بله، تو بیا اینجا دفن شو پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ابوبکر و عمر. کی دلش نمیخواد اینجا دفن بشه؟ ولی اینجا شرم حیات و یک معنی که به برادرش و دوستش داده بود، عثمان بن مظعون، که هر کدوم از ما زودتر مردن برادرش کنارش دفن بشه. و همیشه گریه می‌کرد که مبادا حسنات من و ثواب‌های من در دنیا به من داده شده و روز قیامت از دوستانم عقب می‌مانم. پیشنهاد خلافت بهش دادن، جزو 6 نفر بود. گفت اگر کارت بگذارن روی این حلقومم، فشار بدن که از اون طرف حلقومم ببره، بهتر از این که من بپذیرم خلیفه بشم. تنازل کرد و حضرت علی بهش گفت از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که درباره تو گفته عبدالرحمن امین در آسمان، در اهل آسمان و امین در اهل زمین، هر چی تو قضاوت کردی من میپذیرم. عبدالرحمن گفت پس عثمان ابن عفان خلیفه مسلمین بعد از عمر بشه. و علی رضی الله عنه اولین کسی بود که بیعت کرد. اما هنگام مرگ در حالی که از اموالش میترسید که شاید روز قیامت از دوستانش اونو دور بکنه، این نسیم خنک این آیه
نوازشش کرد و جانش رو آرام تسلیم جان آفرین کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونهایی که به خاطر رضای خدا انفاق میکنن و منت نمیگذارن در راه خدا، اجرشون نزد خدا ضایع نمیشه و هیچ ترسی و حزنی بر اونها نیست. و جان و تسلیم جان آفرین کرد. درباره عبدالرحمن میگن که اهل مدینه همه شریکش بودن. 1/3 بهشون قرض میداد، 1/3 دینشون و بدهکاریشون رو پرداخت میکرد، دنبال بدهکارا میگشت و 1/3 هدیه بهشون میداد به ارحامش. اونها رو شاد میکرد. هنوز فرصت از دست نرفته. همت بکنید عزیزان من، ولی همیشه خیر تو پرونده هاتون باشه و موفق و مؤید و سربلند باشید. من خیلی از این داستان ها رو خلاصه کردم، ولی واقعا یکی از الگوهای عجیبی که بالاخره میتونه الگوی خوبی برای سرمایه‌دارای ما باشن، جوانای عزیزمون که در آینده امید داریم. موفق و مؤید و سربلند باشید. نماز وترم میخونید، در دعا هم آمین میگید و در شما رو خدا بسپارید. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند